سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. این جلسه میخوایم حلقه‌ها در پایتون رو با هم یاد بگیریم و مثل یک سینیور حرفه‌ای حلقه بنویسیم. قبل اینکه شروع کنیم ویدیو رو لایک کنید و یه دلگرمی به ما بدید و اگر دوست دارید ویدیوهای بعدی رو از دست ندید حتما سابسکرایب کنید. خب اگر بخوایم 100 بار یک کار رو انجام بدیم به نظرتون باید چیکار کنیم؟ آیا باید چندین بار اون رو تکرار کنیم؟ قطعا نه. اینجاست که حلقه ها یا همون لوپ ها وارد کار میشن. جایگزین این که بخوام 10 بار یا چند بار هلو رو چاپ کنم از این روش استفاده میکنم. کلمه فور رو می نویسم، یه متغیر می نویسم و بعد این و یک آبجکت قابل شمارش. مثلا من می نویسم رنج 10 و بعد 2 نقطه می نویسم پرینت هلو و حالا اگر ران کنم اینجا 10 بار برای من این رو چاپ کرده. ببینیم. خب من کدهایی که از قبل داشتیم رو کامنت میکنم. قبل از اون یه علامت هشتگ بذاریم یا کنترل اسلش رو بگیریم. من همه رو میگیرم، کنترل اسلش میزنم تا کدای من کامنت بشه و دیگه در واقع اجرا نمیشه. شما برای نوشتن توضیحات برنامه‌تون هم از این استفاده میکنید. مثلا من می نویسم که learn loops in python. بخشی از کدی که نمیخوایم رو حالا من کامنت کردم، دیگه این اجرا نمیشه. یه مثال دیگه از همین رنج میتونه این باشه. for x این رنج مثلا 2 تا 8 یا پرینت کن x میاد 2 تا 7 رو برای من چاپ کرد. میتونم یه مثال دیگه از رنجم براتون بزنم. for x این رنج بس 3 تا آیتم بهش این بار میدم از 1 تا 100 برای من چاپ کن، ولی اینجا استپم میتونم بهش بدم 10 تا 10 تا 10 تا. حالا پرینت میکنم x هم و اینجا میبینید که اومده اینو چاپ. و یه مورد دیگه چون گفتیم اینجا هر آبجکت قابل شمارشی میتونیم بدیم، اینجا من میتونم یک رشته هم بهش بدم. مثلا بگم کاراکترهایی که توی رشته پایتون هست رو بیا برای من چاپ کن. پرینت کن ch و اینجا برای من همه کاراکتراش رو چاپ. میتونم یه لیست میوه تعریف کنم برابر است با همون سیب و موز و پرتقال. حالا روی این پیمایش انجام بدم. میگم برای میوه هایی که داخل فروتس هستن یا میوه ها رو به این شکل چاپ کن. پرینت فروتس. حالا اینجوری اومد چاپ. میتونم یه لیست از اعداد داشته باشم، بگم که نامبرز اگه برابر با مثلا 21 و 15 و 18 باشه، حالا بیا تمام اینا رو با هم دیگه جمع کن. به ازای اینایی که توی نامبرز هست یه توتال هم اینجا باید تعریف بکنم، برابر با 0 قرار بدم که حاصل جمع رو داخلش بریزم. توتال به اضافه مساویه با و بعد در نهایت اینجا پرینت میکنه توتال رو برای 54. میتونم یه دیکشنری تعریف بکنم مثل همون یوزر و برابر قرار بدم. به عنوان مثال name علی is adminشم. اگر بخوام روی یک دیکشنری حلقه فور بزنم این شکلی میزنم. مثلا اسمشو میذارم متغیرم اوکی داخل این یوزر و میگم که پرینت کنه حالا همین کی بیاد بگیره و یوزر اینجام کلیدو بهش میدم و الان هی کلیدو مقدار برای من چاپ میکنه اینو علی نیم علی ادمین تور. یه مدل دیگه ای که میتونیم بزنیم با استفاده از آیتمز هستش. فور میزنم کی و ولیو این یوزر دات آیتم. حالا میتونم پرینت کنم هم کی هم ولیو هم. اینجوری برای من چاپ. برای تاپل هم هیچ نکته خاصی نداره. اگه سوالی داشتید حتما داخل کامنت ها ازم بپرسید. بریم در مورد حلقه‌های تو در تو با هم دیگه صحبت کنیم. مثلا من میگم فور آی این رنج 1 تا 6 و باز دوباره می نویسم فور جی این رنج 1 تا 6 بیا پرینت کن اف آی و برابر است با آیه ضرب یه لحظه ویدیو رو پاز کنید و خودتون حدس بزنید که خروجی این چی میتونه باشه و در واقع چی جوری کار میکنه تا بعد من اینو اجرا کنم و بهتون توضیح بدم. خب امیدوارم که خودتون فکر کرده باشید در موردش و تونسته باشید حلش کنید. حالا من یه توضیح در موردش میدم. یک بار
اومده کامل برای آیه 1 این رو اجرا کرده، یعنی آی بوده 1، حالا اومده 5 بار این رو تکرار کرده. برای آیه 1 میشه J 1 2 3 4 5 و برای آیه 2 میاد باز 5 بار این حلقه رو اجرا میکنه و به ازای هر آیتم از این رو تکرار میکنه. یه مثال دیگه از همین حلقه تو در تو روی ماتریکس ها بزنیم. یه ماتریکس تعریف میکنم برابر است این 1 و 2 و 3، اینم 4 و 5 و 6 و اینم 7 و 8 و 9. حالا یه حلقه میزنم میگم که خب روی هر سطرش که توی ماتریکس وجود داره، بیا باز دوباره اینجا باید یه حلقه دیگه ای بزنم برای ولیو مثلا میذارم اسم متغیرم. حالا توی هر در واقع اون متغیر لیست بالایی که بود بیا پرینت کن ولیو رو و اندشم خالی بسن و حالا اجرا میکنم و برای هر سری هم یه پرینت دیگه باید اینجا بزنم. حالا از ماتریس هم اینجوری جدا جدا اومده نوشته. هر کار دیگه ای که بخواید میتونید روی اعضای ماتریستون انجام بدید. دو تا دستور توی حلقه ها استفاده میشه که هم خیلی مهم هستن هم خیلی کاربردی. یکی از اونها بیریکه. مثلا من میگم برای آی که توی رنج 10 بیا پرینت کن آی. فقط قبلش میگم که اگر آی من برابر است با 5 بود بیریک اتفاق بیفته. اینجوری دیگه اصلا حلقه اجرا نمیشه. تا 5 میره، به محض اینکه به 5 میرسه دیگه استوب میکنه و از حلقه خارج میشه. و یکی دیگه دستور کانتینیو هستش که میگم اگر این توی رنج، باز من همون مثال میزنم که تفاوت رو احساس بکنید، آی برابر با 5 باشه بیا دستور کانتینیو رو صدا میزنم و حالا هر بار که قراره من پرینت کنم آی، اینجا توی این حالت فقط همون 5 اجرا نمیشه. توی دستور بیریک وقتی به 5 میرسه کلا از حلقه خارج میشه. توی دستور کانتینیو وقتی شرط برقرار میشه اون شرط اجرا نمیشه، یعنی خطای بعد از این اجرا نمیشه اینجا و بعد میره ادامه حلقه رو اجرا میکنه. توی حلقه‌های تو در تو هم میتونید از اینا استفاده کنید، ولی در نظر داشته باشید که اینجا فقط برای این حلقه انجام میشه. کانتینیو هم همین برای این حلقه اجرا میشه. اگر تو در تو باشه حلقه بیرونی دوباره کار خودش رو شروع میکنه. یه دستور دیگه ای هم داریم، مثلا برای همین آیی که توی رنج 5 هست پاس و صدا بزنیم. این دستور رو وقتی میزنیم که حالا فعلا نمیخوایم کاری انجام بشه توی این شرایط یا بعدا میخوایم کد بزنیم یا اینکه توی این شرایط فعلا هیچی نیست، یه حلقه فور دیگه روی لیستا بزنیم و دیگه تمامش کنیم. مثلا یه لیست نامزد دیگه تعریف میکنم برابر با 1 2 3 4 5 و 6 و اینجا یه ایونت هم تعریف میکنیم برابر با خالی قرار میدم. حالا میخوام زوجای این لیست بالا رو پیدا کنم. میگم برای آیایی که توی این لیست هستن بیا چیکار کن اگر باقی مانده آی بر 2 برابر با 0 بود بیا ایونت دات اپند کن این آیمون پرینت کنیم. به نظر من ایونت 2 4 و 6 رو برای من 4 2 4 و 6 رو برای من 4. یه دستور لوپ دیگه ای که ما توی پایتون داریم وایل هستش که مدل نوشتنش اینجوریه که شما اول کلمه وایل رو می‌نویسین و بعد یه شرطی رو قرار میدید که تا مادامی که این شرط برقرار باشه این حلقه اجرا میشه. مثلا من اینجا یه دونه کانت برابر با 0 تعریف میکنم. میگم اینجا تا وقتی که کانت من کوچیکتر از 10 بیا چیکار کن این رو انجام بده و هر سری داخل بدنه اون باید این شرطم رو بررسی کنم، چک کنم. حالا تغییر این شرایط داخل این اتفاق میافت. اینجا من کانتم رو تقریبا با 1 میکنم و هر بارم پرینت میکنم که ببینیم کانت رو و اجرا میکنم. 1 تا 10 اضافه میکنه هر بار. وقتی که 10 میشه دیگه 10 کوچکتر از 10 نیست و دیگه وارد حلقه نمیشه. یه وایل دیگه تعریف کنیم. اینجا میخوام در واقع یاد بگیریم که چجوری از کاربر یه عددی رو بگیر. من اینجا یه متغیر تکست تعریف میکنم و حلقه وایل تا زمانی که تکست من
مخالف اگزیت بود. بیا چیکار کن؟ این حلقه رو اجرا کن. حالا ورودی تکستم رو از کاربر میگیرم برابر با دستور اینپوت. اون چیزی که میخوام بنویسه رو میتونم این شکلی بنویسم. از کاربر که ورودی رو گرفتم داخل متغیر تکست قرار میدم. میتونم پرینتشم بکنم این رو، یعنی هر سری یه چیزی میگیره نشون میده و اینو اجرا میکنه و اگر اگزیت نزنه این خودش این حلقه مداماً اجرا میشه. من این رو اجرا میکنم چون اینجا میزنم هلو، میگه هلو، میزنم how are you، این برای من دوباره همین رو مینویسه. اگر کلمه اگزیت رو بزنم این از اینجا خارج میشه و دیگه حلقه اجرا نمیشه، تموم شد، از حلقه اومد بیرون. اگر من مجدد این رو اجرا کنم و باز دوباره از من عدد مثلا یه حرف میخواد، من 10 میدم، 5 میدم. حالا اگر اگزیتم رو حتی با حرف بزرگم بزنم این متوجه نمیشه اینو. این من باگو چجوری میگیرم؟ اینو میگم دات هر حرفی که میگیره رو، هر ورودی که از کاربر میگیره رو به کوچیک تبدیلش میکنم، لاورش میکنم. و حالا اگر رام بگیرم سلام چطوری، حالا اگر اگزیت رو با حرف بزرگم بنویسم این متوجه میشه و از برنامه خارج میشه. اینجا چون من تا برای صدا نزدم اگر اگزیت رو بنویسم حلقه تموم میشه. این وایل رو به یه شکل دیگه هم میتونم تعریف بکنم. وایلم رو بی نهایت تعریف بکنم، یعنی دستورش طولو باشه و بعد حالا همین تکستی که برابر با اینپوت میذارم رو قرار بدم و حالا بگم اگر این تکست من برابر با اگزیت بود بریک کنه کلا از حلقه خارج بشه. در غیر این صورت پرینت میکنه جیو تکست، یعنی حتی اگر اینجا من دیگه اگزیت بنویسم حتی یک بارم اجرا نمیکنه. من این رو کامنت کنم، این رو اجرا کنم و اگر من اینجا اگزیت رو بنویسم دیگه حتی اون رو برای من نمینویسه و از برنامه از حلقه خارج. یه مطلب پرکاربرد حرفه‌ای دیگه براتون بگم. برای ایجاد لیست ها با استفاده از حلقه های فور چه شکلی؟ یه لیست تعریف میکنم به نام همین نامز و حالا میگم x برای x هایی که توی رنج 10 هستن بیا اینو برای من بساز. الان اگه پرینت کنم نامز رو و قبل از اون این کد اینجا من کامنت میکنم و حالا اجرا میکنم. لیست رو برای من ساخت. حالا اینجا میتونم بگم حالا به ازای این ایکسا بیا اینا رو هر کدومم ضرب در 2 کن. میاد یه لیست 10 تایی برای من میسازه که هر کدوم ضرب در 2 شده. یا میتونه مثلا یه شرط هم براش بذارم. اینجا بگم اگر x باقی ماندهش در 2 صفر باشه. اینم پاک میکنم، اجرا میکنم و حالا این رو برای من اینجوری ساخت. از این برای ساخت دیکشنری هم میتونیم استفاده کنیم. همین نام برابر با حالا اگه دیکشنری باشه اینجوریه x4 x اینه رنج 20 قرار میدیم. فقط ما اینجا کلیدم میخوایم دیگه، پس من یه کلیدم براش تعریف میکنم. مجدد نام اینجوری 0 0 1 1 2 2 3 3 برای من اجرا کرد. میتونم اینجا x رو به توان 2 برسونم و اجرا کنم. حالا هر عددی که هست توان دومش میشه مقدارش. کلیدها عددا هستن و توان دوما ولیوهای این دیکشنری هستن. اینم از هر چیزی که باید در مورد حلقه های فور و وایل میدونستی. تمام نکاتش رو بهتون گفتم، همه جور مثال زدیم و با هم تمرین کردیم. الان نوبت شماست که برید و تک تک این مثال ها رو تمرین کنید و برای خودتون چالش ایجاد کنید. من براتون داخل کامنت ها تمرین میذارم، حتما اونها رو حل کنید و اگر مشکلی داشتید ازم بپرسید. توی ویدیو بعدی با ما همراه باشید. شاد و پیروز باشید.